درود به همه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو درباره لگالایز مدارک توی کشور پرتغاله. خب یه سری سوال راجع به لگالایز هست که اول اونها رو جواب میدم و بعدش هم مراحل لگالایز توی پرتغال رو بهتون توضیح میدم. مثلا اینکه اصلا لگالایز چیه و فرق لگالایز توی ایران با پرتغال چیه. خب ما توی ایران هم لگالایز میکنیم، فرقش با اینجا چیه؟ و حتی نکنه بعد از لگالایز توی ایران باید توی پرتغال هم مدارکمون رو تایید و لگالایز بکنیم و چند تا سوال دیگه مثل همین. و بعد از اینا هم توضیح میدم که شرایطش چطوریه و چیکار باید بکنیم و چجوری باید بریم سفارت و برای این کار چه مدارکی نیازه و برای رفتن به سفارت چجوری و از کجا باید وقت بگیریم. خب این ویدیو درباره همه این سوالاته که من اولش توضیحی میدم و بعد میرم سراغ سوالات. اول اینکه توضیح خلاصی راجع به لگالایز بدم و بعدش هم این که من اصلا چرا مدارکم رو لگالایز کردم و چرا مدارکم رو توی پرتغال لگالایز کردم و بعدش هم سوالاتو جواب بدم. اگر قصد استفاده از مدارکی که توی کشور خودمون گرفتیم رو توی کشور دیگه‌ای داشته باشیم، باید یه کاری رو انجام بدیم تا از نظر قانونی مدارک توی کشور مقصد قابل استفاده و معتبر باشه که به این کار میگن لگالایز. در واقع مدارک رو باید به تایید کشور مقصد برسونیم. حالا این لگالایز برای کشور پرتغال در حال حاضر به دو روش قابل انجامه. یکیش اینه که توی ایران شما مدارکتون رو به سفارت پرتغال توی تهران تحویل میدید. راه دوم هم شما میتونید مدارکتون رو به سفارت ایران توی پرتغال بدید که مهرش بزنن و بعدش هم به وزارت امور خارجه پرتغال ببریدش. خب من چون الان توی پرتغالم و مدارکم هم اینجاست، راه اول رو انجام نمیدم و همینطور وقت گرفتن برای لگالایز توی ایران یه مقدار سخته. چه قبلا که شما باید حضوری میرفتی جلوی سفارت و حتما باید قبلش هم وقت VFS می‌داشتی و چه الان که به صورت اینترنتی شده و باید از سایتش وقت بگیری. و چون مراحل متفاوتی داره اونو توی ویدیو دیگه بهتون کامل توضیح میدم و برای این ویدیو میخوام راه دوم رو بهتون توضیح بدم، یعنی توی کشور پرتغال. البته برای جفت این راه‌ها شما باید مدارکتون رو به تایید وزارت امور خارجه ایران رسونده باشید که برای تایید وزارت امور خارجه ایران هم باید قبلش مدارکتون به تایید دادگستری رسیده باشه و همینطور برای تایید دادگستری باید قبلش مدارکتون توسط مترجم معتبر ترجمه شده باشه. پس این مدارک بعد از ترجمه به زبان مورد قبول کشور مقصد که معمولا انگلیسی هم هست و دریافت تاییدیه از سازمان‌های داخلی که گفتم دادگستری و وزارت امور خارجه است، توی روش اول باید برای تایید نهایی به سفارت تحویل داده بشه تا مأمور سفارت پرتغال توی ایران اونا رو مهر بزنه تا به طور قانونی توی کشور مقصد قابل استفاده باشه. و توی روش دوم سفارت ایران توی پرتغال مهر تایید رو بزنه و بعدش وزارت امور خارجه پرتغال یک برگه رو به ترجمه‌های شما اضافه بکنه. سوال بعدی این بود که مگه ما توی ایران لگالایز نمی‌کنیم، فرقش با لگالایز توی ایران چیه؟ موضوع مهمی که هست اینه که لگالایز توی پرتغال رو همه جا قبول ندارن. مثلا اکثر دانشگاه‌ها یا بعضی از ادارات برای تایید مدارک فقط لگالایز توی ایران رو قبول دارن. پس حتما قبل از اینکه بخواید مدارکتون رو توی پرتغال لگالایز بکنید، از جایی که میخواید مدارکتون رو بهشون تحویل بدید این موضوع رو بپرسید که این نوع لگالایز رو قبول دارن یا نه. یه مثال از استفاده لگالایز توی پرتغال بخوام بگم، لگالایز مدارک ازدواجه. مثلا برای وقتی که همسرتون توی ایرانه و میخواد ایشون رو به پرتغال بیارید و باید مدارک ازدواجتون رو به اداره صف اینجا نشون بدید که یکی از دوستان مدارکشون رو اینجا لگالایز کردن و به صف نشون دادن که البته بازم میگم چون قوانین همیشه در حال عوض شدنه، پس شما زمانی که میخواید این کار رو انجام بدید حتما از مورد تایید بودن این روش اطمینان پیدا کنید. سوال بعدی این بود که نکنه بعد از لگالایز توی ایران باید توی پرتغال هم مدارک رو تایید و لگالایز بکنید. خب جواب این سوالم نه هست، ولی فکر کنم اگه توضیح بدم جواب سوال رو کامل میگیرید که چرا من اینجا لگالایز کردم. داستان من این بود که زمانی که من از VFS وقت گرفتم، شرایط اینطوری بود که زمانی که وقت‌ها باز می‌شدن معمولا برای یک ماه بعد وقت باز می‌شد. یعنی مثلا اگر شما الان وقت می‌گرفتید یک ماه بعد نوبتت بود و شما باید توی اون مدت یک ماه به سفارت مراجعه می‌کردی و مدارکت رو برای لگالایز به سفارت تحویل می‌دادی، اما به این شرط که شما وقت VFS داشته باشی و بعدش هم بعد از حدود 2 هفته که طول می‌کشید باید مدارکت رو تحویل می‌گرفتی و همراه با بقیه مدارکت به VFS تحویل میدادی. ولی دقیقاً زمانی که من وقت VFS گرفتم برای چند روز بعدش بهم وقت دادن و اصلا فرصتی نبود که مدارکم رو تحویل بدم که برام لگالایزش بکنم. پس بهم گفتن که نیازی نیست و مدارکت رو همینجوری به VFS تحویل بده. البته همونطور که بهتون گفتم همیشه قوانین در حال عوض شدنه و الان دیگه VFS بدون لگالایز مدارکتون رو اصلا قبول نمیکنن و حتما حواستون
حواستون باشه که اول مدارکتون رو لگالایز بکنید و بعدش وقت VFS بگیرید. خلاصه اینکه بعد از گرفتن ویزا من اومدم پرتغال و همه چی اوکی بود که برای یه پروژه اپلای کردم و قبول شدم. حالا راجع به پروژه و اسکالرشیپ و بورسیای اینجا باید مفصل صحبت کنم، ولی خلاصه بخوام راجع به این پروژه بگم، توی این پروژه به مدت 6 ماه با من قرارداد می‌بندن و ماهیانه حدود 1000 یورو هم بهم پرداخت میکنن. خب من قبول شدم، ولی مشکل اینجا بود که برای این پروژه شرط بستن قرارداد داشتن ریکاگنیشن مدارک بود. خب حالا ریکاگنیشن چیه که این هم مفصله و لینک ویدیوش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم و بالای ویدیو هم براتون میذارم که میتونید روش کلیک کنید و اون ویدیو رو هم ببینید. فقط توضیحات ویدیو رو هم حتما بخونید، چون بعدن لینک همه ویدیوهایی رو که میگیرم و به این پست ربط داره رو توی کپشن میذارم یا به بالای ویدیو اضافهش میکنم. برای ریکاگنیشن هم فقط در این حد بگم که شما برای گرفتن ریکاگنیشن باید مدارکتون رو لگالایز بکنید. خب بریم سراغ اصل مطلب که شرایط و نحوه لگالایز توی پرتغال. یک اینکه باید همونطور که گفتم مدارکتون تاییدات لازم رو داشته باشه. دو اینکه باید به سفارت ایمیل بزنید و درخواست تایید وقت برای تایید و لگالایز مدارکتون رو براشون بنویسید. البته برای این کارم باید قبلش یه سری کارها رو توی سامانه میخک انجام بدید. مثلا برای دانشجوها باید توی سامانه میخک ثبت نام کنن و برای دانشجویی که برگه معافیت تحصیلی دارن باید برگه معافیت تحصیلی رو هم توی سایت بفرستن و بعدش پروندهتون استعلام میشه و همزمان باید توی قسمت تایید مدارک هم گواهی اشتغال به تحصیل سالی که توش هستید رو از دانشگاهتون بگیرید و توی سامانه میخک ثبتش بکنید و تاییدش رو هم بگیرید که این موضوع هم به نظرم نیاز به یه ویدیو دیگه داره که این رو هم براتون میذارم. سه اینکه برای هر مدرک مبلغ 5 یورو به حساب سفارت واریز کنید و برگه رسید واریزتون رو هم همراهتون داشته باشید. 4 اینکه پاسپورتتون و مدارکتون رو هم همراهتون داشته باشید و توی کپشن ویدیو هم ایمیل و لوکیشن سفارت رو هم براتون میذارم و شما بعدش به سفارت میرید و مدارکتون رو مهر میزنن که زمان زیادی هم طول نمیکشه، حدوداً نیم ساعت. و این نکته رو هم بگم که شما اگه قبلا سفارت رفته باشید نیازی نیست که دوباره برید اونجا و میتونید مدارکتون رو پست بکنید، ولی اگه دفعه اول هست که کاری رو از طریق سفارت انجام میدید حتما باید به سفارت برید و تایید هویت بشید که البته این قانون هم فقط چند ماهه که اومده که شما باید برای سفارت تایید هویت بشید که کار خاصی هم نمیکنن، فقط یه برگه بهتون میدن که مشخصاتتون رو بنویسید و امضا کنید. خب بعد از اینکه سفارت مدارکتون رو تایید کرد و یه مهری شبیه این رو به انتهای صفحات ترجمه شده زد و همینطور یه مهر هم روی همه صفحات فارسی هم زدن، بعدش باید به وزارت امور خارجه پرتغال برید که لوکیشنش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم و فقط حواستون باشه که ساعت کاریشون از 9 صبح تا 12 و از 2 تا 3 هست که اگه برید اونجا ساختمون صورتی رنگه که البته اینجا ساختمونا و دیوارا رو زیاد رنگ میکنن و شاید بعداً رنگش عوض بشه، پس حتما از روی آدرس گوگل که میذارم برید که کاملا دقیقه. خلاصه به این اداره که رفتید پاسپورتتون رو نشون میدید و بابت هر مدرکم 20 یورو پرداخت میکنید و بعد از چند دقیقه مدرکتون آماده است. البته فرقی که با ایران داره اینه که به جای مهر و امضا روی مدارکتون یه برگه جدید که همه چی روش نوشته به ترجمهاتون منگنه میکنن، یه برگه شبیه این. خب دوستان توضیحات این ویدیو هم تموم شد. سپاس ازتون و امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر هم سوالی داشتید برام کامنت بذارید و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. برای اینکه از ویدیوهای بعدی هم خبردار بشید میتونید علامت زنگ پیج رو هم بزنید که براتون نوتیفیکیشن هم بیاد. موفق باشید. خدا نگهدار.